نزد آخوندان شیعه حجاج بیت الله حرامزاده و زیارت کنندگان قبر حسین حلال زاده اند. آخوند مهاجر جواب می دهد: يا ابن رسول الله، لماذا ينظر الله تبارك وتعالى لزوار الحسين؟ يصح تقول نظر له ونظر إليه، أو ينظر إلى زوار الحسين، أو ينظر زوار الحسين. هذا يتعدى ويلزم بفعلين. ليش الله ينظر لزوار عرفة قبل موقف عرفة؟ اسمع. قال لأن في أولئك أبناء زنا وليس في هؤلاء أبناء زنا. قال لأن في أولئك أبناء زنا وليس في هؤلاء أبناء زنا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبینا. و کسانی که مردان و زنان مؤمن را بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشند می‌آزارند، به راستی که بار بهتان و گناهی آشکار بر دوش کشیده اند. کدامین عقل و منطق می‌پذیرد که چنین جسارتی در حق حاجیان بیت الله الحرام روا می‌شود؟ آنانی که ندای حق را اجابت نموده و با لباسی کفن مانند در صحرای مبارک عرفات لبیک گویان دست نیایش به آسمان بلند کرده و اشک عبودیت می‌ریزند. حرامزاده خواندن چنین بندگانی که الله متعال در حضور ملائکه به آنان مباهات می‌کند در کدامین عقل می‌گنجد جز عقل ناقص رافضیان کوردل؟ آیا امکان دارد که کینه توزی چنین در قلب انسان رخنه کند؟ اکنون بیایید ببینیم در عرفات حرامزاده ها بسیارند یا در کربلا. از امام صادق رحمت الله علیه روایت است که او در مورد متعه پرسیده شد. فرمود: نزد ما جز انسانهای فاسق کسی آن را انجام نمی دهد. بهارالانوار مجلسی جلد 100 صفحه 318. حال از آخوندان شیعه میپرسیم: کودکانی که از فاسقان به تعبیر امام صادق و فاسقات به دنیا می آیند حلال زاده اند یا حرام زاده؟ و در کربلای شما چه بسا از این صیغه زاده ها وجود دارند